درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 23 ایون از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان اوضاع امنیتی در افغانستان و همکاری‌های منطقوی را بررسی می‌کنند. نشست سران کشورهای عضو تاجیکستان و چین، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه و ازبکستان روز 23 ایون شروع شد که در آن همچنین امکان ورود هندوستان و پاکستان به عضویت این سازمان بررسی می شود. یک روز پیشتر از این اسلام کریمov رئیس جمهوری ازبکستان و همتای چینی او شی جین پینگ در رسمی افتتاح نقب شرکت کردند که شهر تاشکند را به ولایت فرغانه می پیوندد. نقب مذکور اجازه می دهد قطارهای ازبکستان بدون عبور قلمرو تاجیکستان و به خصوص ناحیه کانی بادام به شهر انگرین در وادی فرغانه برسند. در بنیاد این نقب چین به ازبکستان کمک کرده است. مقامات آلمان یک جوان تاجیک را با اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی دستگیر کردند. دادستانی آلمان روز 22 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت محمد سعید اس در سرزمین رین وستفاله شمالی دستگیر شد. دادستانی نسب جوان تاجیک را اعلان نکرده است، ولی مقامات تاجیکستان با عین نام ساکن ناحیه حصار محمد سعید سعیدوی 30 ساله را از طریق اینترپول جستجو دارند که او به زرخریدی متهم شود. به گفته دادستانی آلمان محمد سعید سال 2015 از تاجیکستان به سوریه رفته و به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است و آخر ماه سپتامبر سوریه را ترک کرده و به آلمان آمده است. یک جوان تاجیکی در صف ارتش تاجیکستان صحتیش را از دست داد، منتظر جراحی و پیوند گرده نو است چون گرده های خودش درمان ناپذیر شدند. در این باره خود امام‌الدین خالف روز 23 ایون به رادیو آزادی خبر داد. سلامتیم تو رفت چند رفته ایستاده است. بعد شده ایست از برای که ارگانیزم دیالیز ارگانیزم چی میکنه؟ سلابی میکنه. اما ایسا بیامی نبودن دونر را ایسا بیامی کم بیزواتی میخوای نه یک سال شد که هم میگیم دیالیز گرفته ایزیم. مادر امام‌الدین حاضر شده است برای نجات فرزندش یک گرده‌اش را به او بدهد، ولی برای جراحی و معالجه های بعدی 100,000 سومانی یا بیشتر از 10,000 دلار آمریکایی لازم است. امام‌الدین خالف ساکن 21 ساله دهه هایتی ناحیه رشت را با وجود خلاصه طبیبان درباره بیماریش به ارتش بردند. بیماری گرده های او در طول تقریبا 2 هفته روز زد و او را از ارتش جواب دادند. دادگاه بعد از این 4 کارمند کمیسریات نظامی ناحیه سینای دوشنبه را برای غیر قانونی فرستادن امام‌الدین به صف ارتش از 7 تا 10,000 سومانی جریمه کرد. مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org. هنرپیشگان تئاتر مایاکوفسکی یگانه تئاتر روسی زبان در تاجیکستان با این تئاتر قدیمی پدرود گفتند. بنای تئاتر که ویران کردن ساختمانش ادامه دارد به زودی از مرکز دوشنبه پایتخت تاجیکستان برداشته می شود. بر اساس نقشه نوی شهر در جای تئاتر مایاکوفسکی عمارت‌های نوی معموری یا منزل‌های نوی بلندآشیانه ساخته می شوند. هنرمندان تئاتر روز 23 ایون به رادیو آزادی گفتند تمام چیز و چاره خود را به تئاتر به نام لاهوتی کوچاندند و کارشان را آنجا ادامه می‌دهند. سرنوشت تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی واقع در خیابان رودکی بحث زیادی را در میان زیایان تاجیک برانگیخت. هنرپیشگان و جامعه مدنی از حکومت خواستند تئاتر را که سال 1930 ساخته شده است همچون میراث تاریخی و فرهنگی نگاه دارند، ولی مقامات میگویند این بنا ارزش فرهنگی و تاریخی ندارد و نگاه داشتن بنای فرسوده در مرکز شهر امکان ناپذیر است و خرج زیاد می‌خواهد. روز چهارشنبه 23 ایون مرحله انتخابی جام فوتبال اروپا به انجام رسید و دسته‌های رقیب قوا آزمایی‌های مرحله بعدی معین شدند. شارحان به بازی دیروزه مجارستان و پرتغال که با حساب 3-3 خاتمه یافت بهای بلند دادند. در بازی فوتبالباز پرتغالی کریستیانو رونالدو با 2 گل امکان نداد دسته آنها از ادامه مسابقه محروم شود. در بازی پیشتر رونالدو ضربه 11 متره را به هدف نرساند و زیر تنقید رسانه‌ها ماند. پیش از بازی با مجارستان رونالدو از قهر و غضب میکروفون یک خبرنگار را دور انداخت. پیش از این حادثه رونالدو را برای آنکه منتالیته بازیگران ایسلندیا را پست خواند به شدت تنقید کردند. و خبر و ویدیوهای بیشتر در وبسایت ما در صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.